سلام چقدر تو چطوره؟ خیلی خوش اومدیم این ویدیو اون حال تو به شما بجدید که اجازه بدید شما چرا قاطی میکنی؟ امروز اومدیم با یک ویدیو جدید بسیار جذاب و جادار که خیلی هم قراره بخندیم چون اسم ویدیو هست باخت های خنده دار یا باخت های خنده دار. یعنی قرار صحنه‌ای ببینیم که توشون جلو کاری که داریم میکنن و موفق نمیشه به خنده داراشون. ولی قبل اینکه بریم سراغ ویدیو لطفاً لایک چنل سابسکرایب کنید، لایک کنید و من اصلا کامنت بذارید که بریم سراغ ویدیو. خب مرسی. من صندلیو چیکار کنم؟ خب ایوه از این زیاد دیدم من داداش چیز خاص نبود این یارو اصلا روی چوب بود شکست دیگه هم مثلا فانی فیلز یا داره چیکار میکنه وسط درگو دستی شد. او بچه اون درون الان فکر کنم تو ایران حداقل 10 میلیونی پولش هست که دیگه خدافظ 10 میلیون رو باید بهش بگی خدافظ. خب بپره. دیدید باسنش خورد به دیوار قهوه‌ای شد یا دیوار شکست. نمی کنید دیوار شکست میگم قهوه‌ای شد. خب الان نیفتی بچه. وای 1 ثانیه تا مرگ اون بچه فاصله داشت. خب بانویی که داشت بسیارم عالی و زیبا و جذاب مثلا بابا جالبش اینجا اونجا سوار بود چی نشد اومد پیاده شه. حالا پیاده شه نمیدونم دیگه روی میز بود اومد بیاد پایین بعد افتاد. خیلی جالب بوده. چیکار دارم؟ البته چیز خاصی نبود دیگه قایق جاش تو آب دیگه بالاخره چیز خاصی نبود مثلا شاید قصدش همین بود اصلا چه میدونی اصلا چرا این ویدیو داره این قرار شهید شه. سگه چی ترسی؟ چقدر زنونه است این قلابه. دوش مگه داریم یه دونه مایه زور زد قلاب افت اصلا. خب مغز رو خداوند برای چی آفریده دوست؟ نه چرا آفریده؟ سوالی که دارم چرا؟ چون استفاده کنه آدم ازش. یعنی مثلا منطقی وقتی تو میپری بعد اینجوری فشار میاری هر چی باشه میشکن چون میپری بعد میوز دارت میری اصلا نمیشه. بعد نتیجه اخلاقی میگیریم که اصلا یعنی چی کارا چی شدن کانگورو میپره یعنی یا حضرت اضافه وزن واسه چی زنده ای؟ اصلا رو چه حساب تو آینه نگاه میکنی هر روز به خود؟ تو اصلا چی؟ ایش با اون هیکل خب نباید دیدیم اونجوری وسط بعد شهید میشی بعد میایم توی شهید شدگان توی ویدیوهای ریاکت به شهید شدگان برش مثلا اول اصلا این چی بود؟ یعنی اونو ساختن طرف بیاد بزنه بریزه. خیلی عجیب بود. خب اصلا این چی بودن این کجاش باختت؟ حالا لیز نخورد نیفتاد پایین یعنی باخت. واقعا که بیشتر دارم عذاب میکشم این ویدیو رو میبینم تا لذت.
اسم ویدیوهات میذاشتم پوکر فیس فیلز، یعنی اصلا اوه این باید خفن باشه یا رید. وقتی توپ انداخت بالا به خودم گفتم الان میزنه میره تو توپ. بعد یادم اومد تو تور که تو تلقه ایوه. بعد یادم اومد که ویدیو فانی فیلزه، یعنی قرار باخ بده، یعنی نیست بره تو. پس تور نه، پس دست که اصلا من ولش داشت. الان این چی بود؟ ایوه داداش تو دیگه خیلی تو دیواری واقعا دیگه. اونو چجوری نرفت تو دهنت؟ چجور؟ نه خب من میخوام بدم چجور. خب با فکر کنم همین چی میخوره بهش میترس. اونجا پایین ایوه. الان سگر رو لی میکنیدش آقا. الان اتفاق بدی افتاد یا رو چیزی باخت نداد که اصلا توش میرخصید. نشه اخلاقی میگیریم که تایتل ویدیو درو. خب اون اومده ویدیو تیک تاک بگیره که ایوه. نشه اخلاقی میگیریم که ویدیو تیک تاک نگیریم چون باعث ضرر در سلامتی که. یا خدا الان میرینه. چه دیوار قشنگی تا دقت نکردی. توش مصرف کردی چیزی what the fuck. یارو اونو گرفت دستش فقط رفت. نشه اخلاقی میگه قبل از بردن وسایل سنگین واکینگ دد رو ببینیم ایوه. یعنی شورت و چرا اونجوری گرفتیش؟ همین. خیلی ممنون که این ویدیوی مزخرف رو دید. خیلی عذر میخوام زندگیتون بکنم اصلا تو ادیت بهش 8 دقیقه زندگیتون هدر دادید. عذر میخوام واقعا و تا ویدیو